میرزاخوجا صمدوف یک ساکن معیوب شهر دوشنبه که پسندازهایش در بانک مفلس شده تاجپران بانک در ماندند روز 27 ینوار سال 2024 در عرفه سالگرد اینک هفتم مفلس اعلان شدن این بانک در یک نامه سرکشاده از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته است که به این قضیه دخالت کرده برای رویانیدن حق اوی معیوب و فرزندان نابالغش کمک خود را دریغ ندارد. میرزاخوجا صمدوف در وقتش با هواداری از دعوت‌های پرزیدنت در مورد در بانک‌های وطنی گذاشتن پسندازهای خود پول از فروش منزل پدر و مادرش به دست آمده را در بانک وطنی تاجپران بانک گذاشت تا که آینده بهتری را برای فرزندانش تامین کند. اما می نویسد صمدوف ماه فوریه سال 2017 تاجپران بانک مفلس اعلان گردیده سال 2020 رئیسش جمشید زیویف محکوم به زندان شد. بنا به نقل این امانتگزار اینک 7 سال باز نمیتواند پسندازهای خود را پس بگیرد و مجبور است که با همگی 500 سومونی که هر ماه به او و دیگر امانتگزاران تاجپران بانک میدهند قناعت بورزد و شکرانه کند. میرزاخوجا صمدوف در نامش به پرزیدنت می نویسد متاسفانه تا امروز 169 نفر پسندازگزاران نمیتوانند که مبلغهای خود را در حجم 26 میلیون و 600 هزار سومونی بازپس گیرند. از جمله من بانک مذکور نمیتواند مبلغهای پولی من را یک باره به طور یک لخت پرداخت نماید. با مقصد پرداخت قرض بانک هر ماه به من به مبلغ 500 سومون میدهند. من چنین طور پرداخت را نسبت به خودم غیر قانونی و تحقیرآمیز میشمرم. وقتی که من شرطنامه پسندازگیری را با بانک امضا نمودم مبلغهای پسندازگزاران از جمله مبلغهای من را در مدت چندین سال استفاده برده از آن فایده به دست آورده آنها به منفعت خودش استفاده نمودند. به غیر از این بانک از حساب درآمد به دست آوردهش شماره زیاد اموال غیر منقول و سهمیه ها به دست آورده آنها را به توازن خود وارد نموده بود. با همین دارایی ها که باید برای تامین نمودن پرداخت ضرر مادی به پسندازگزاران کافی می نمود امروز بانک نمی تواند طلبات ما را قانع نماید. از روز اول مفلس اعلان شدن 3 مرتبه ماموریت بانک عوض شد و هر کدامش به من وعده های بردروغ میداد که تا امروز یگان تای آن را اجرا نکرده است. این در حالی است که به نوشته صمدوف اموال زیادی از جمشید زیویف چندین سال باز در حبس سود ناحیه سینای شهر دوشنبه قرار دارد ولی تا نسبت به این اموال یگان قرار قبول نشده است. به حساب ارزش اموال مصادره و بازداشت شده از 11 انشاءات فعال به مبلغ 250 میلیون سومونی می باشد. این در حالی است که می نویسد میرزاخوجا صمدوف در نامش به پرزیدنت قرضهای باقی مانده تاجپران بانک تقریبا 150 میلیون سومونی را تشکیل می دهند. با این وجود می افزاید صمدوف من و اعضای عائله‌مان من معیوب و فرزندان نابالغم به چنین خلاصه آمدیم که در اساس طلبات قانونی‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان امکانات پوره پرداخت نمودن ضرر رسانده شده از جانب بانک از بین رفته است و تنها در صورت دخالت بی‌واسطه شما محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امکان دارد که این مسئله حل خود را یابد. از این لحاظ از شما جناب عالی محترم امامعلی رحمان همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و کفیل تامین قانونیت فرزندوار با احترام تمام خواهش می نمایم که وضع ناگوار مرا درک نموده برای پرداخت نمودن ضرری به من رسانده شده کمک و دستگیری خود را دریغ ندارید.